سلام دوستان. سلام. همگی با هم داریم میریم مرکز خرید. بله. من که مثل خانوما نمیتونم بچرخم تو مرکز خرید. به اندازه‌ای که میتونم تو مرکز خرید ببینم چیا نیاز دارم و اینها. مثل همیشه من خودم میرم جایی لیستی چیز تهیه نمیکنم، همینطور میرم اگه چیز نیاز داشتم میگیرم. وقتی با ما باشیم میگردیم، مجبور میشیم بگردیم. عادتا تغییر می‌کنه. حالا شما میخواید چی بگیرید امروز؟ چیز تو ذهن داری؟ لیست تهیه کردید؟ من که هیچ لیستی ندارم. ما هم لیست نداریم، هم داریم میریم ببینیم چی پیش میاد. حالا یه دوری میزنیم. هوایی هم هست، آفتاب. تموزه هوا آفتابی نبود، خیلی سرد بود، همش بارون میومد. هوا ملکت. دوربینو میخوای بچرخونی آسمون نشون دوستان بدی؟ آسمونو آره. فوق‌العاده است. نگاه کن. چقدر زیباست. خیلی قشنگه. ابرای سامان ملکت. من دیروز هوای امروز و این چند روز که پیش رو داریم به اون سری که اومدی در اون سری که اومدی مدت موندن خیلی بادی بود. هم باد و بارون بود. دقیقاً. چیزی متوجه نشدیم از گرد. دقیقاً. همش یا بارون خوردیم یا سرما کشیدیم. یا سرما کشیدیم. آره الان این به اون در بریم با هم تفریح کنیم. از برگرد اشتباه داریم میریم. یک شاتل محلی داره بهش میگن دلموش که مسافت کوتاه میره یا دور رو میره. ببین بستگی داره، اینا به صورت محلی میچرخن دیگه، ولی شده که مثلا حتی مسافت‌های 1 ساعت 1 ساعت خورده‌ای هم میرن. منتها تو محله ها که میچرخن فقط تو راه اصلی نیستن، مثل اتوبوس‌ها و متروبوس‌ها، این خیلی خوبه. من یه بار میخواستم تاکسی بگیرم، بازار محلی میخواستیم بریم. بله لیلا جان اصرار کرد نه دلموش سوار میشیم، ما خودمون دلموش همه دوست داریم و اینها. گفتن خب حالا بریم تجربهش کنیم، بد نیست. اتوبوس محلی دیگه سوار شدیم، هر چی خانم سنبالا بود ریختن تو این دلموش، همه میرن مرکز خرید پر میکنن ساعتشون با همون دلموش برمیگردن. آره اونا سرویس‌های مخصوص بازاره. اینجا شهرداری سرویس‌هایی گذاشته روزایی که بازارهای هفتگی هست یا به صورت رایگان هر محله هم جداگونه داره. مثلا شماره 2 شماره 4 سوار میشن میرن. اکثر از سنبالا که مهدی میگه چرا همه مسن سوار شدن؟ گفتن چون این فقط مخصوص بازاره. دیدید تو این اتوبوس‌ها میزنن روشونه همدیگه پولو بده به راننده. این دیگه اونجوری هم نداره. بعد همدیگه رو میشناسن، انگار صبح که میشه سوار این دلموشا میشن، همه میرن یه قسمت شب با همدیگه برمیگردن. بعد شروع میکنن صحبت کردن، غیبت کردن. به نسرین جان گفتم نسرین جان از این دلموش یه ویلاگ در میاد. گفتیم بریم یه منطقه که فکر میکنیم دلموشش حسابی هاته، اونجا یه تریپ بریم برای بینندگان یه ولاگ بگیریم، دلموشای بازار رو بعد بگیریم. رسیدیم این قسمت هم پر از کافه است. اینا حالت بازار قشنگه. مهدی جان سوتلاژی که دوست داشتی؟ سوتلاژ از چی درست میشه؟ همونی که مثل شیر برنج بود درست کردم اینجا بودی خوردی، بازم درست میکنی؟ این هم که باقلوا هاشونه. نه نبودی سوتلاژ درست کردی. فکر کنم مامان بودن اینجا درست کردی. درست میکنیم برات. عالی. لیلا جان میگم که یادت باشه برای مهدی هم سوتلاژ اون دفعه درست کردی درست میکنی؟ مرسی. چون بهش میگم مامان جان سوتلاژی که درست کردیم دیگه خوردی نه چی درست میشه یادم اومد که درست میکنم برات عزیزم. مرسی. یادم دهد فردا قرارمون سوتلاژ. سوتلاژ هر موقع که راحت تر بودیم. بریم جلوتر. این مسیر خیلی جینا و میکائیل دوست داشتن اینجا رو. وقتی که می اومدن میگفتن که اینجا رو ما خیلی دوست داریم، نمیدونم چرا. آمریکایی‌ها؟ نه جینا و میکائیل این تیکه رو خیلی دوست داشتن. نگه پر از کافه است، سئول هم پر از کافه است. خب بریم ببینیم چی دارن میبینن. ببین چه بادمجونای خوبی داره. دوستان ما هر جا که میریم خواهرای من یه چیزی میبینن میگن برات بگیریم غذا ایرانی درست کنیم. الانم با بادمجون چون میرزا قاسمی خیلی دوست داری الان دستمون سنگین میشه ولی میگیریم برات درست میکنیم. من میگم خیلی دردسر داره، رو گاز سیاه میشه. میگن نه ما وسیله‌هاشو داریم تو کاری نداشته باش. میگن آش کشک حالته ببین مهدی جان چقدر بادمجوناش خوبه. دوره هم باشیم همه هم دوست دارن، هممون که بودیم با هم میشه. حتما
دستون درد نکنه جان. ما رسیدیم مرکز خرید اینجا مارمارا پارک. مارمارا پارک. نمیدونم چرا بهش میگم پارک، اینجا ماله، حالا میگم پارک. معنی خودم متوجه نشدم چرا. به این شکل یه کم کم بعد وارد بشیم. خیلی روی فیلم برداری هم حساسن. نه این دم در ورودیش چون خب کیفا و ساکار اینا رو میذاریم که واسه داخل در دستگاه رد میشه یه مقدار خب حساسن، ولی بعد از اونجا رد کنیم دیگه حساس نیست. شما اینجا تو هر فروشگاهی تو ترکیه میرید کیفاتون رو مثل فرودگاه چطوریه از زیر دستگاه رد میکنید چک میشید و اینا چک میکنن، یعنی هیچ اتفاق بدی داخل نمیفته. خیلی خوبه، خیلی خوبه این موردش. هم کیفتون هم موبایلتون کامل چک میشه. چقدر به نظر من هودی خوبه برای زمستون و قیمتاشو اینجا الان آف خورده بعد دوباره آف خورده. دو دفعه، یه 50% و یه 20%. 70% آف. رنگ‌های مختلفی هم داره ولی من فکر کنم رنگ شاد بهتره. رنگ شاد مثل من میمونی. آدم هم به خودش انرژی خوبی میده، هم دیگران وقتی نگاه میکنن انرژی خوبی میگیرن. من ببین چقدر خوبه. الان شما دوتا رنگ لباساتون آره خوب کاری کردین. کدوم رنگ بهتره؟ این رنگ هم بد نیست انگار. اونم قشنگه. خوشم اومد. قشنگه. اینم قشنگه. من تا بار این رنگی بگی جلو. به یاد نداشتم که من تو دوربین دارم میبینم بهت میاد. میاد مهدی. حالا بعد میاد. پروبش کنی؟ آره برو. ببینیم که چجوری. سایز بردار. سایز بردارم. X large. چه سایزی میخواد؟ 2X large. کاپشن من اینجاست. کاپشنمو جا گذاشته بودم توی بوینر. اون یکی سرمه‌ایه رو وقتی در میاری حواستون هست. آره ولی میدونستم کجای رفتم مستقیم سراغش. بعد یکی از مخاطبا زده بود که من تو فیلم دیدم، میگفتم الان نسرین جون اینو جا میذاره اینجا، میگه این نگران بودم. 2X large نداره فکر کنم. نداره؟ خب یه رنگ دیگه شو نگاه کن. نه بپرسی میاره مهدی جان. رفت نگاه کنه. آره این خیلی دیزاین بالتری داره ها. چه خوشگله. اون دکمه‌ای که اینجا داره خیلی جذابش کرده. منم از یقش خوشم اومد. قشنگه. پوینتشه دیگه. خیلی قشنگه. اینو سایز اینو پوشه. اینم بپوش، همونم که برداشتی بپوش. اون اصلا داره. هودی هرچی بزرگتر باشه به نظر من قشنگ‌تر قشنگ‌تره. آدم نباید سایز خودش رو پیدا کنه فیت باشه و بزرگتر باشه. یه سایز بزرگتر. اونم قشنگه. ای وای من چه کردی؟ ببین دقت کردی لباسای مردونه رو چقدر میشه راحت خرید. حالا اون ورای زنونه است. بیا بریم اگه یه دونه انتخاب میکنن. نه نه لباسای مردونه راحت تر پسند. خب ما همون آدماییم الان داریم اینا رو انتخاب میکنیم. اینم خوشگله. ببین خوشگله. از این یه دونه رگال 3 تا پسند کرد. دقیقاً. منم اینجا. مهدی هم اینجا. چنج کردم. اوکی. اوکیه. ببین یه چیزی فراتر از اوکیه. چه چیز بعد از اوکی؟ خیلی بهت خیلی بهت میاد. جیباش هم خوبه. عالیه. دوست لاجه. عالیه. بعد میتونی دستات رو بذاری اینجا. خیلی خوشگله. آره. خوبه. اون هم بپوش. اون مثلا بپوش دو تا دیگه داریم برای دو تا داریم. همشو خوشگله. مطمئنم اون در دو من تا رفتیم. قشنگه. من از همین الان میگم اون دکان خوشگله. گود. برای این اکس لارج هم هست. تو اکس لارج نیست. گفتم اندازته. بیا بیرون. بیا بیرون. خیلی بهت میاد. خیلی بهت میاد. گفتم اندازته نگاه کن مثلا اندازشه. خوش کن پشتت هم قشنگ وایساده. آره. خیلی قشنگه. کش پایینش چه خوش رنگه با سواستینش. آره. خوبه؟ بله اوکیه. اوکی. این پوستم رو روشن کرده. آره بهت اومد. اینم بهت میاد. خیلی بهت میاد. آره. با آهنگی قشنگ انگار که مانکن اومده با آهنگی رژیم. ببین برات ادیت هم زدم. آره بیا جلو قشنگ با موزیکت. عالی عالی. عالی 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 عالی. خوبه. اوکی. حالا کدوم؟ من که همش خوشم. همش.
همشو بخریم؟ همشو بخریم. آره من به نظرم همشو بگیره، خیلی قشنگه. آره. خب دوستان اینا همش قشنگ بود. خیلی خوشگل بود واقعا، از اینم خیلی خوشم اومد. اما اینو بیشتر پسندیدم. بعد گفتیم بریم اینو بگیریم دیگه. خیلی می‌خوام خاصی بگیرم. ولی خب میترسم که خب زمستون توی خوره یه ماه دیگه بیشتر نمونده. خب اگه بگیرم نمیدونم. میگه حالا بارم هم آره. باشه. ببین این سر اگر یه دونه میخوای همونه پشت آسیناش هم خیلی خوشگله ها. آره خیلی همونه. قشنگه. اینو اصلا اینو بگیر. اینو مثلا اوکیه. بریم. 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 خاصا. ها دیگه داره کارگرسی صفحش خیلی طولانیه. نه الان نوبتت میشه سریع. نه رفتی می‌کنی. خیلی خوشگل شد. یقه‌شو خوشم اومد. برم ببینم تو زنونه‌های مدلی یقه اینجوری نداره. خب دوستان ما حساب کردیم. فریده هم اومد از دور. دارن برای خودشون خرید میکنن اونجا. ما هم داریم میریم توی فروشگاه مردونه. من چیزایی که نیاز دارم بگیرم. داریم میریم بوینور، پشت سر منه اونجا فروشگاه مردونه است. گفتم بریم اونجا هم ببینیم. فریده و مامانم به ما جوین شدن. خرید چطور بود؟ خوش گذشت؟ فعلا دارید میگردیم. دقیقا خانم‌ها رو که میگم میگردن آخرسا هیچی نمیگیرن. سریع پسند کردم آره. بزن برقصی بودا یه ذره دیر اومدی. سه تا کاراکترم. Nasıl zor bir dans mıydı? میرقصن. Hayır mı? Hiç zor gelmedi mi? Bunu siz istediniz. Daha zor bir dansa var mısınız bakalım? Hadi toplayalım. بچه ها همه دارن میرقصن با هم دیگه. Tuvalete git biliyorsun. Şefim. ما اومدیم مغازه بوینر. اینجا برندهای مختلف مردونه هستش. بعد اینجا هم آف خوردیم. بیا نشون بدید 60% آف خوردیم. برندهای مختلفه دیگه. این بازم اینجا یو اس پولوه. این چقدر خوشگله. من خیلی اینو پسندیدم. آره این من قشنگه. میخوره که تقریبا 600 لیتر 1,200,000 تومان. از 1500 تا شده اونقدر. دقیقاً 60% آف خورده. خیلی خوشگله. این سبز هم من دوست دارم. خیلی سبز خوشگله. به نظرم سبز قشنگه. رنگ این هم کناریش هم قشنگه. تقریبا 500 لیتر 1,000,000 تومان. خیلی خوشگله. لباسای مردونه همشون قشنگه. ما هم همینو بالا با لیلا میگفتیم.
مهدی میگه نگفتن خب ما همون آدماییم اینجا چقدر راحت داریم قصب میکنیم. این رنگش چقدر زیباه. خیلی مهدی جان میبینی؟ اینو من هفته قبل دیدم خیلی خوشم اومده. خیلی بود. خوشگله این رنگش. آره رنگش. حالا ما میریم پیش به سمت کفشا. کفشا بریم. اینو نگاه کن. دوستان ببینید چی پیدا کردیم. این دمپایی که برای همیشه استیچرزه. توی خونه مادر بزرگامون بود داخل سوسک میرفت. قیمتش رو میگی؟ قیمتش ناقابل عزیزم ارزون میدیم مشتریشی 2000 لیر بوده الان شده 1900 100 لیر بهتون تخفیف داریم. 4 میلیون تومن 4-5 میلیون تومن برای همون دمپاییه که ما همیشه مادر بزرگای خوبمون داخل سرویس بهداشتی داشتن. 2-3 تا هم داشتن. همش آب وایمساد تو. خیلی بد بود خیلی بد بود. اسنیکرز هاش هست. خب عزیزان چی کار میکنی؟ دارم نگاه میکنم دومین خرید 60% تخفیف داره. عالیان همه لباساش. ما آخر خرید دیگه زورمون کردیم اومدیم تو بوینک طبقه زن. دیگه الان من خودم خونه کلی کار دارم بعد یه سری کارا رو انجام بدم. گفتم که هر کی با من میاد بریم. من خونه نسرین جانم. هر کی میاد بعد بقیه نیم ساعت یه ساعت بعد به ما ملحق بشن. خانم‌ها تا خریدشون تموم بشه فکر نمی‌کنم نمیتونم بگم که تموم شه. پیش بینی نمیتونم کنم. مینیم؟ اوکی. بیاید. فعلا فعلا خدا. می‌بینی چه عطری پخش کرده؟ اینا صابونای دستسازم فکر کنم. صابونای دستسازه هر کدوم هم یه عطری داره. خیلی گوشون خوبه. سنگ پاه. سنگ پا ترکیه. دوستان ما دیگه اومدیم بیرون از مال و نسرین جان داریم میریم سمت خونه به کارامون برسیم. یه مقدار کار داریم. ما 2 نفری زدیم بیرون. الان تا خونه راهی نیستش. پیاده روی با برادر خیلی هم میچسبه. مرسی ممنون. قدم زنان بریم خونه. شبم تصمیم دارم برات یه چیزی که خیلی دوست داری درست کنم. نمیدونم چیه حالا به میگه. ببینیم چیه. غذا نیست اسنکه. استک میخوان برامون درست کنن. مامانینا هم میان دیگه کارشون تموم بشه. آه کستانه. دست همگی درد نکنه. بریم سمت خونه فعلا. این بلوطو من چند وقت پیش رفتم بازار محلی داره بلوطای خیلی خوب دیدم گفتم بگیرم که بچه‌ها همه میان اینجا باشه. مهدی جان میاد علی جان میاد. بعد دیگه الان سهم مهدی جان نگه داشته بودم الان گذاشته. آره بعد اولین بارم پس مهدی جان دارم تو فر درست میکنم. جدا خود آقای فروشنده گفت توی فر میخوای بذاری یا رو گاز؟
گفتم که من همش روی گاز درست کردم. گفت حالا توی فرم میتونی بذاری 5 دقیقه بذاری کم میپزه، 10 دقیقه بذاری بیشتر میپزه. حالا من گذاشتم تو فر، الان فکر کنم 10 دقیقه شده. خیلی که شکلش برام جالبه، مثل قنچه باز شده. آره ببین نستی من در فر رو باز کنم، احتیاط کنید. بیا اینجوریه مثل قنچه. بعد بوی ذرت هم در رو باز کردی، بوی ذرت حس کردم. همشه که دیدی خب نزدیک به سیب زمینی و اینا، سیب زمینی کبابی مدلشو ببین. بعد بلوط، چون من خیلی سال ایران نبودم، تو ایران دوستان میتونن مثلا بلوط راحت بگیرن؟ بلوط هست، شاید زیاد نباشه ولی هست. مثلا تهران بازار تجریش هر وقت که بری بلوط داره. خب پس خوبه دوستان، به این شکل هم میتونید درست کنید دیگه. بعد چه دمایی باشه؟ ببین گفت 180 درجه بذار. آها 10 دقیقه. 10 دقیقه. آره حالا من میخوام امتحان کنم ببینم پخته واقعا. آره خوبه. میبینی دیدی چقدر نرم بود؟ چاقو میره داخلش. آره یه 2 دقیقه دیگه بذاریم بعد بیاریمش بیرون. این به علاوهش رو هم که خودم زدم، پوستش خب بسته است دیگه، یه حالت به علاوه رو پوستش میزنی. حالا یا میذارم رو گاز یا توفه. بعد راحت به علاوه قارچ میخوره دیگه روی دیگه تا بلوط. میذاری تا حرارت میبینه انگار شکفته میشه. شکفته میشه. دست درد نکنه. بلوط آماده شد، ببریم برای منتظران بلوط. اینجا نشستن همگی. بله آماده شد مهدی جان. مرسی. من فقط تو فر داشتم نگاه داغه، ببین چقدر داغه بشقاب. شکوفه‌ای هم شده. چقدر قشنگ شکفته فریده جان. ماما میبینی؟ اون روز که گرفتیم من آقای گفت قشنگ بذار تو فر درست میشه. من اولین بار بود. بردارید امتحان کنید. سپر امتحان کنه. نوع داخل راحت فریش. باز میشه. خیلی قشنگ روشو به پخته. علاوه زدی نه؟ بله. کدوم می‌خوری؟ پوستشو به علاوه بله. جان بخوره منم که ماما 12 دقیقه شد فکر کنم. مهدی جان درسته 12 دقیقه یا تو فر درش آوردم. آره. حالا بزنید ببینید چجوری امتحان کنید. یعنی اولاده. اوه چه داغم هست. داغه خب. گفتم تا داغه بیارم براتون. چطوره؟ کامل پخته. ببینم مغزشو. دقیقاً. خوب پخته. پخته شده. خوب پخته. چطوره؟ عالیه. عالی. خب پس تو فر خیلی راحت تره از یه گاز. نه خیلی فرق نمیکنه با اون که تو خیابون میفروشن، ولی یه مقدار به طعمش با هم فکر کنم فرق میکنه، ولی هر جفتش خوشمزه است. خوشمزه است. اونا حالت روی انگار مثل گاز که درست کنی. روی زغال رو زغال فکر کنم میذارم. نه انگار رو زغال نه. یه پنجره آهن مشب رو زغاله. فکر میکنم ماما جون شیرینه تنش. مثل سیب زمینی زغالینه. زمینی آره شیرین. سیب زمینی شیرین. از تبسیل زمینی شیرین میده. عالی. زمینی شیرین اینجا هم هست هست ولی اینجا. کشیده. جانم. بازم امتحان کن. ببینم منم. خوشمزه است. خوشمزه شده. قشنگ پخته. عالیه. عالیه. چون که کار خیلی راحت بود با فر. خودت از فر زیاد استفاده میکنی؟ برای کیک بعضی غذاها نه که هر روزا ولی خب آره. اما این چون اون آقا به من پیشنهاد داد توی فر بذار، گفتم بذار یه نفر تو فر امتحان کنم چون رو گاز طول میکشه. این خیلی خوبه. دودم داره اگه رو گاز بذاری. دستت درد نکنه. نوش جان. و کیش ما قطع شد دیگه امروز. الان توی آشپزخونه تعمیرکار هست. اومدن این بلوطا رو افتاده بود. دلشون میخواد. وقتی که پخت من برای خودمون که برداشتم برای اونم گذاشتم تو سینی. گفتم پشمان کارشون که تموم شد بهشون تعارف خوشحال میشن. هم بیی هست تو آشپزخونه هم تعمیرکارا. حالا قسمت اونم بود از این بلوطا بخورم. دستت درد نکنه. نوشیتونتون بفرمایید تا داغ مهدی جان بخور. مهدادم صدا کنم بیاد.